با عرض سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. دوستان اومدیم منزل یکی از مشتریای عزیزمون. ایشون یه دستگاه تصفیه آب دارن که عنوان میکنن 3 روز پیش دستگاه رو به یه تعمیرکار سپردن و تعمیرکار تشریف آورده منزلشون و دستگاه رو تعمیر کرده، ولی هنوز متاسفانه دستگاه قادر به تصفیه صحیح آب نیست. ایشون عنوان میکنن که تعمیرکار گفته که منبران دستگاه خراب بوده، 3 میلیون تومان از ایشون هزینه گرفته و بعد از اینکه چندین بار ایشون مخزن رو پر و خالی کرده بازم کیفیت آب مناسب نبوده و تماس گرفته با اون تعمیرکار و متاسفانه دیگه جواب بهش ندادن. ایشون هم طبق گفته تعمیرکار چندین بار مخزن رو پر و خالی کرده که در نهایت متاسفانه منجر به سوخته شدن ترانس دستگاه هم شده. من دستگاه رو چک کردم، با یک ترانس سالم دستگاه رو به برق زدم، قطعات رو چک کردم، قطعات همگی سالم بودن، ولی متاسفانه همکار ما بدون اینکه دستگاه رو از خروجی های پوسه منبران، یعنی آب تصفیه شده رو از پوسه منبران و آب و میزان آب خروجی فاضلاب رو از پوسه منبران تست کنن، مستقیما فقط با اینکه TDS آب دستگاه بالای اقدام به تعویض منبران کردن و متاسفانه متوجه نشدن که تمامی علت خرابی دستگاه فقط یک کپسول فاضلاب بوده. این دستگاه همه چیش سالم بوده، حتی منبران و کپسولاش و تمام قطعاتش سالم بوده، فقط این کپسول درینش متاسفانه کیپ کرده بوده و خروجی مناسبی نداشته و TDS آب رو بالا نشون میداده و متاسفانه طعم آب بد بوده. دوستان خواهش میکنم ازتون، عاجزانه خواهش میکنم، لطفاً به افراد سودجو، به افرادی که نمیشناسین، به تعمیرکارانی که مجرب نیستن و فقط یه آگهی توی دیوار و برنامه دیوار میگذارن اعتماد نکنید. خواهش میکنم ازتون، بارها اینو توی پیام هام، توی نوشته هام بهتون گفتم که دستگاه هاتون رو به هر کسی نسپارین. این دستگاه با بدن شما به صورت مستقیم در تماس هست. آبی که این دستگاه تصفیه میکنه و شما میل میفرمایید مستقیما با بدن شما در تماس هست. لطفاً خواهش میکنم بازم عاجزانه از شما که افرادی که میشناسید در سطح شهر شناخته شده هستن، مکانی دارن برای تعمیرات و عرضم به حضور شما که جزء کاسبای شناخته شده شهر هستن، لطفاً به اونها مراجعه کنین و به افرادی که فقط صرفاً یه آگهی توی دیوار زدن و یه جعبه ابزار همراهشون هست اعتماد نکنید. این دستگاه تمام هزینهش 300,000 تومان تا 350,000 تومان بوده، ولی الان ایشون 3 میلیون تومان که از دوست ما گرفته، الان یک ترانس 500,000 تومان هزینه یه ترانس برای ایشون روی دستشون گذاشته. به انضمام این که 3-4 روز هم هست ایشون متاسفانه نتونسته از دستگاه به نحو احسن استفاده کنه. ما دستگاه رو براشون اوکی کردیم، خدا رو شکر دستگاه داره به راحتی کار میکنه، TDS آبش به روی 60 اومده، کیفیت آبش کاملا مناسبه و تقدیم مشتری عزیزمون کردیم. امیدوارم که همه شما دوستان عزیز به این نکته توجه کنید که وسایل خودتون رو، وسایل برقی خودتون، وسایل دستگاه خونگی خودتون رو به افراد مجرب بسپارید و اجازه بدین افرادی دست به وسایل شما بزنن که حداقل یه اطلاعات جزئی از تعمیرات دستگاه داشته باشن. درود بر همه شما. خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستم از طریق این پیام باهاتون در ارتباط باشم. خدمات فنی بوشهری در 2 شعبه در شهر معاشر در خدمت شماست و خوشحال میشیم که شما رو ملاقات بکنیم. با امید دیدار، ایام بکام، خدا نگهدار.